سلام رفقا، چطورین؟ این وسایلی که چیدم وسط اتاق داستان داره، در ادامه بهتون میگم. الان حتما این کجا دارم میرم تو این مسیر جذاب، چون که الان میرسیم دیگه نیازی به گفتن من نیست. دریا، ساحل، چقدر حس خوبی داره برای من اینجا. یکم از خودم میخوام براتون بگم، با هم یکم گپ بزنیم. من صحبا هستم، اسمم صحباست، فامیلم دژم نه دوژم. این البته موضوعی بود که توی مدرسه من درگیرش بودم با معلم ادبیات راهنماییم. اون همیشه بهم میگفت دوژم درسته، دژم نمیگم. آقا من فامیلم دژم هست، از پدر بزرگم دژم بودن. شما حالا چرا گیر باشه، دوژم هم هست، دژم هم وجود داره. ما دژم هستیم نه دوژم. خلاصه من صحبا دژم هستم، 29 سالمه، متولد بیرجندم، خراسان جنوبی. الان که دارم لاهیجان زندگی میکنم هم داستان داره، ولی خب یواش یواش با هم صحبت میکنیم و با هم بیشتر آشنا میشیم. این وسایلی که گذاشته بودم وسط اتاق مدتی بود از من دور بود و نمیرفتم سمتشون. بعد یهو به سرم زد یه روزی که آقا وسایلم از کمد در بیارم و چیدم وسط اتاق و نشستم به فکر کردن و نوشتن که چی کار میتونم با اینا بکنم. به سرم زد چرا که نه بیام از این استفاده کنم که این وسایل رو توی لوکیشن های مختلف که الان اولین بارم هست اومدم دریا با این وسایل و میخوام تمرین کنم باشون، تو لوکیشن های مختلف ببرم و باشون تمرین کنم و چیزی که لذت میبرم، حس خوبی بهم میده، بهم انرژی میده، تمرین کردنه و واقعا ذهنم آزاد میکنه. توی بلبهو درست توی بلبشو این دورانی که داریم هممون سپری میکنیم که تایمی حداقل ذهنمون رها باشه. این اتفاق به سرم زد و گفتم چرا که نه با رفقای خودم، با دوستان به اشتراک بذارم، شاید اونا هم حال کنن و در ادامه شاید اصلا بعضی موقع ها نزدیک من باشن و بخوان با هم بریم اصلا تمرین کنیم، حال کنیم تو لوکیشن های مختلف و کیفش رو ببریم. خلاصی امروز که در واقع میخوام این ویدیو رو آپلود کنم و دارم حرف میزنم، خیلی حس خوبی دارم که این تصمیم رو گرفتم و میخوام مصمم و استمرار داشته باشم تو این مسئله، چون احساس میکنم که حس خوبی بهم میده و امیدوارم که به مخاطبم که شما هستینم حس خوبی بده. اگه تا اینجای ویدیو با خود ویدیو و صدام، البته صدام نه حرفام کیف کردین یا لذتش آوردین، لایک و کامنت و سابسکرایب و زنگوله و اینا لطفا بزنین، دمتون گرم. خلاصه من یه زندگی پیچیده داشتم، میخواستم از بیرجند، حالا زیاد مدرسه بود و این داستانا، ولی تو 15 سالگی اتفاقی برام افتاد خیلی تغییر بزرگ و شگفتی بود. تصمیم من به مهاجرت بود و اینکه تنها بخوام زندگی کنم، نه تنها با خواهرم که اون هم یه اتفاق خیلی قشنگ بود تو زندگی و با خواهر زندگی کردن، اونم خواهر بزرگتر. من شیراز رفته بودم سفر، یکی از دوستانمون که من رو میشناخت به واسطه اینکه شناختی نسبت به من داشت و علاقه من به فوتبال و استعدادم رو میدونست، من روی روز برد تستی تیمی و یک مربی خوب، یکی از مربی‌های خوب استان فارس، من خیلی قدردانشونم، هنوزم باشون ارتباطم و خوشحالم که با این مرد آشنا شدم. ازم تست گرفت و به من گفت که تو میتونی بیای شیراز و من به فکر فرو رفتم. حقیقتا کل اون سفر دیگه درگیر بودم و اومدم بیرجند، یه هفته 10 روزم بیرجند کلن توی خودم بودم. در نهایت تصمیمم گرفتم و اینجوری بود که 15 شهریور ما به خانواده‌ام گفتم، سر یک میز نشستیم و با هم حرف زدیم و بهشون گفتم که من تصمیمم به شیراز رفتنه. اگه همه چیز خوب پیش رفت لطفاً کمکم کنید به این مسیر برسم، به این
تو این مسیر قرار بگیرم در واقع. و همه چیز واقعا خوب پیش رفت. من مدرسه‌ام تو 15 شهریور سخت بود جابجا بشه و شد. و من اول مهر شیراز بودم. در ادامه ویدیوها هم دوست دارم بیشتر در این مورد با هم صحبت کنیم، چون خیلی چالش‌های بزرگ، خیلی تروماها، خیلی سختی‌ها گذروندم و دوست دارم باهاتون در میون بذارم. تا اینجا شو که من شیراز رسیدم و اول مهر بود و همینقدر بهتون بگم که خیلی 1-2 ماه اول مهاجرت من تو سن 15 سالگی واقعا وحشتناک بود و خیلی دردناک بود. اینجوری بود که آقا من به گوه خوردن افتاده بودم. خیلی بد بود. کلا 2 ماه بعد سر کلاس نمیرفتم، گریه میکردم. حالا از ایناش هم بگذاریم، چیزای خوبی هم داره، ولی دوست دارم که در ادامه بهتون بگم، در ادامه ویدیوها هم و لوکیشن های مختلف. مرسی که حمایتم میکنین. سابسکرایب لطفا یادتون نره.